سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با طرز تهیه 3 تم شیرینی با یک خمیر خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیه رو مرور کنیم. زرده تخم مرغ داریم 2 عدد، نشاسته ذرت 30 گرم، پودر نارگیل 30 گرم، پودر پسته 30 گرم، پودر گردو 30 گرم، کره 200 گرم، پودر قند 100 گرم، وانیل 1/2 قاشق مرباخوری، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری، آرد برنج 1 قاشق سوپخوری، شیر 3 قاشق سوپخوری، آرد شیرینی پزی 300 گرم. قالب برای قالب زدن شیرینی ها. خب بریم که با هم طرز تهیه خمیر این شیرینی رو نگاه کنیم. ابتدا کره رو به همراه پودر قند داخل ظرف بریزید. کمی اون رو مخلوط کنید و با دور متوسط همزن حدود 3 دقیقه خوب هم بزنید تا کاملا پوک و یک دست بشن. وقتی کاملا یک دست شدن 2 عدد زرده تخم مرغ رو به همراه وانیل به موادتون اضافه کنید و 1 دقیقه دیگه مواد رو هم بزنید. حالا آرد برنج رو به همراه نشاسته ذرت به موادتون اضافه کنید و حدود 30 ثانیه دیگه مواد رو مخلوط کنید. مواد رو با لیستک وسط ظرف جمع کنید و آرد رو به همراه بیکینگ پودر داخل موادتون علک کنید. مواد رو مخلوط کنید تا یک خمیر کاملا نرم و لطیفی به دست بیاد. حالا خمیر رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید. به یک قسمت پودر نارگیل، یک قسمت پودر گردو و به قسمت دیگه پودر پسته رو اضافه کنید. خمیرها رو خوب ورز بدید تا با هم مخلوط بشن. اگر خمیرها سفت بودن به هر کدوم 1 قاشق سوپخوری شیر اضافه کنید تا نرمتر بشن. خمیرها رو داخل نایلون بذارید و 1 ساعت در یخچال استراحت بدید. خب بعد از 1 ساعت خمیر پستمون رو از یخچال خارج میکنیم. اون رو بین 2 کاغذ روغنی به قطر 2 میلیمتر باز میکنیم و با قالب‌های مورد نظرمون قالب میزنیم. من شیرینی رو میخوام به حالت مارمالادی آماده کنم. پس 1 طرف شیرینی رو ساده و 1 طرف شیرینی رو طرحدار میزنم. شما میتونید این شیرینی رو هم ساده آماده کنید هم مثل من مارمالادی آمادش کنید. کف سینی فر رو کاغذ روغنی بندازید. شیرینی ها رو با فاصله روی سینی بچینید. سعی کنید اگر از قالب های طرحدار استفاده می کنید قبل از قالب زدن قالب رو داخل آرد برنج بذارید تا موقع قالب زدن شیرینی شما کاملا زیبا باشه.